بچه چطورین؟ خوبین؟ خوبم آره. شما مرسی. اون روزی که بهم زنگ زدین دنبال این بودم که یه چالشی داشته باشیم که بتونیم یه فرقی بین شما دوتا من پیدا کنم، چون من همین الانم باورتون میشه که نمیدونم الان کدومتون فرهادین کدومتون فرزاد. همینجور حدسی حالا یه چیزی علامت گذاریای ریزی کردم. واقعا واسه فیلم نیست، ولی واقعا نمیدونم. فرهاد فرزاد درسته؟ آره. خب حله خدا رو شکر. میخوام یه کاری بکنیم امروز. برای خودم هم سوال بود. میخواستم بدونم که دو تا آدمی که دو قلوان همسانن آیا ویژگی‌های حالا عضلانیشون هم با هم متفاوته یا نه؟ امروز دو تا واد براتون طراحی کردم خب که ببینیم عضلات کندانقباض و عضلات تندانقباض توی شما چه جوری تفکیک شده. حالا یه توضیح کوچیکی فقط براتون بدم. تایپ 1 عضلات کندانقباض برای حرکات استقامتیه و عضلات تندانقباض برای حرکت‌های انفجاریه که من دو تا واد براتون طراحی کردم که حالا اینجا سرتون رو درد نمیارم. فعلا گرم کنین اونجا بهتون میگم. خب بچه‌ها واد اولمون ما 3 تا باکس اینجا براتون درست کردیم خب که می‌خوایم باکس جامپ بزنیم. باکس اولمون 40 سانته، باکس دوممون 60 سانته و باکس سوممون 80 سانته. می‌خوایم که 3 تا جامپ بزنیم خب بلافاصله بعد از اون میریم برای اسلت. میریم برای اسلت اسپریت که من 50 کیلو هم براتون درست کردم، تقریبا نصف وزن بدنتون. می‌خوایم ببینیم هر کسی که با تایم کمتری بزنه اونو ببینیم امتیاز بیشتری رو براش چیز می‌کنیم، براش در نظر می‌گیریم. حالا یه کار دیگه هم که می‌تونیم بکنیم اینه که میایم 2 بار این کارو انجام بدیم اگر دوست داشته باشین. اگرم تایمتون رو راضی باشید اون با بحث خودتونه. خب اگر تایمتون رو راضی نبودین یه بار دیگه فرصت داریم، ولی اگه تایمتون اوکی بود و اینا همون پیش بینی می‌کنین چقدر بعد تمامش کنین؟ اونو 4 ثانیه قبلا خودم زدم. خب اینم فکر میکنم که اگر اینم 4-5 ثانیه بشه باید در 12 ثانیه تموم بشه فکر کنم. در 12 شاید بیشتر، شاید مثلا نزدیک 20 ثانیه. ولی بعید میدونم بیشتر باشه. من روی این نمیدونم بچه‌ها چه جوریه وضعیتتون. اگر اینو سری بزنین آره همون در 12 ثانیه هم اونو فقط یک دور میزنیم دیگه. یه دور آره نه فقط 10 متره. آره راستی اینم بهتون نگفتم. مسافتی هم که می‌خواین رو ببرین فقط 10 متر. اوکیه؟ برو بریم. میشه باشه. کدوممون میبریم؟ من که نمیدونم الان کدوم هست. حالا هر کی برد. کی شروع میکنه؟ 1 2 3 بریم شروع کنیم. آماده 3 2 1 تمام. همونی که گفتم. چقدر فکر میکنی؟ 13 ثانیه. من فکر کنم 11 و نیم. 12 و نیم. خیلی خوبه. عالیه. خب ببین نفر دوم بودن یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره. الان میدونی داستان چه جوریه، باید سریعتر بزنی. دوم اونم داری که کمتر نزنی. ولی یه نکته مثبت به نفع توه. اگه بخواد بار دوم بزنه هنوز یه آپشنی داری که بتونی بگیریش. آره. حالا اشاره کنید می‌زنی. خب آماده ایم؟ آره. بریم. نه وایسا. 3 2 باشه 3 2 1 چقدر؟ شما چقدر فکر میکنی خودت؟ من فکر کنم بیشتر فراد 13 ثانیه. تو؟ من میگم 10. چقدر همش خوبه که بینش میگی 11 و 52. خب میخوای یه ذره استراحت کنی، اگه دوست داری بگیریش یه بار دیگه امتحان کن. اگه نه برای همین گفتم این آپشن برای تو خوبه. ماراتون دویده انگار. بزنیم. با سرعت دویدیم. تو هم بزنیم. به نظرت منو میبری؟ داشت اینجا یه جوری دوید. داداش تو هم بدو. باشه من نمیدونستم که تو من دیگه چه جوری دویدم. تو هم دویدی. تو هم دیدی من چی دویدم. پس من میتونی سریعتر بدوی. فرقش که فقط چند صدم ثانیه است. فکر کنم ولی برگه برندش اون استارتی بودش که از اونجا کند اومد. تو یه ذره ملوتر اومدی. اونو بیشتر سریعتر نمیتونیم بکنیم ولی به نظر اونو نمیشه. اونو دیگه تاش رو زدین. آره. اینم نه اینم خوب سری میزنیم. میگم فقط فاصله بین اینم داستانه هست.
بچه‌ها همین انفجاری که شما میزنین، انفجاری که اونجا میپرین میاین اونور، دوباره حتی اون انفجاری که تو اینجا میکنی میای برای اینجا، خب اینا تمام این سیستمی که داره انجام میشه با عضلات کند انقباضمونه. کند انقباض مخصوص حرکت‌های انفجاری، تند انقباض مخصوص حرکت‌های استقامت. عضلات تند انقباض و اینا با عضلات عمقی و سطحی فرق می‌کنه. ببین کلاً عضلات از تارچه های عضله، حالا یا ماسل تیشیو درست شده دیگه. خب این تارچه های عضلانیه که به 2 تا گروه تقسیم میشه که البته بچه 3 تا گروهه. خب ولی ما الان چون داریم حالا یه توضیح کلی داریم میدیم، واسه همین به 2 گروه اصلی که حالا همه کتابا و همه چیزا نوشته شده، کند انقباض و تند انقباض، داریم اینو تقسیم میکنیم. 3 2 1. وای آسیبم داشت. گرفت؟ دیگه اون چیز دومت هم زدی دیگه. از فرصتت استفاده کردی. آخرش شد. تمام. تو هم که برنده ای، تو هم الان به نظرم نه میزنم بازم. کار غیر واقعا کار غیر عقلانی انجام میدی. خب میخواد رکورد خودش رو بهتر کنه. آماده این بریم؟ 3 2 1. برو آقا. نه هم قبلی؟ 11 و 62 قبلی بهتر. نه 10 صدم ثانیه است. آره. خیلی فرق نداره. دیگه نمیشه. ولی خیلی خوب بود. از این کمتر واقعا نشد دیگه. نه عالی بود. عالی بود. عالی بود. مرسی. باریکلا. بریم بر بخش بعدی می‌ریم. بریم. گفتم میبرمت که. داداش من افتادم. به من چرا گفتم میبرم؟ اصلا من نبود افتادم که باکس خراب بود. خب بچه‌ها اصلا کلا هدف از این کاری هم که داریم انجام میدیم اینه که ببینیم که حالا عضلات کند انقباض و تند انقباض کدومتون اون مقدار اون چه میگن پروپورشن یا اون نسبتش با هم متفاوته، مال کدوم اون بیشتره، مال کدوم اون یکی بیشتره. هیچ کسی هم تو دنیا بچه‌ها مطلق یکیشو بیشتر نداره. حالا حتی مثلا شما ورزشکارای دو استقامت رو می‌بینید یا کسایی که حالا توی رشته دو میدانی رو مثال میزنم، کسایی که حالا اون پرشای چیزو انجام میدن، طول و ارتفاع رو انجام میدن، اینا هر کدوم نوجوانی اون زمانی که میخوان چون مشخص بشه که تو چه چیزی استعداد دارن، میان دقیقاً همینا رو بررسی میکنن که حالا کدوم بیشتره کدوم کمتره. که عضلات کند انقباض مخصوص کسایی که استقامت بیشتری دارن، تند انقباض برای کسایی که بخوان کارهای انفجاری بیشتری انجام بدن. حالا توی اولی که تو بردی فعلا تو تند انقباض. آره. حالا بریم بچه‌ها برای واد بعدی. کاری که میخوایم انجام بدیم چون میخوایم که یه ذره استقامتتون رو به چالش بکشیم، برای همین وادی که طراحی کردم واد امرفه. خب میخوایم توی 6 دقیقه 3 تا حرکت پوشاپ که توی پوشاپ هم بچه‌ها اون نکته‌های داوریش رو رعایت می‌کنیم چون داریم مسابقه میدیم. نکتهش رو رعایت کنیم که سینه حتما بخوره به زمین، یعنی حالا نه اینکه کامل همون تپ بشه کامل. آره. 10 تا حرکت شنا، 10 تا حرکت اسکوات که توی اسکوات هم باید باسن از سطح زانو پایین‌تر بره، یعنی کاملا شما باید پایین‌تر بره بیاد بالا تا شمرده بشه وگرنه نوره پمونه. خب و 10 تا هم کتل بل سوینگ داریم که کتل بل سوینگمون هم باید تا چشم بیاد. تا چشم بیاد. فکر می‌کنید چند دور میتونیم بزنیم؟ یعنی اینو معقولش چیه به نظرتون؟ ببین قطعاً توی اون چیزای اول دقایق اول شما زود میزنیم، ولی همینجور که این میره جلو خسته و خسته تر میشیم و ضربانتون هم میره بالاتر، یه ذره کلا کیفیت میاد پایین. فکر میکنم بشه 3 تا رو که فکر کنم بزنیم، فکر کنم رو 4 و نیم مثلا، ببینیم چه جوریه. بریم ببینیم. من فقط دبل چک بکنم. فرهاد اینجا 0 شد بعد بریم. بله 10 تا پوشاپ، 10 تا اسکوات، 5 با پوشاپ شروع میشه. 2 1 برو بریم. 1 2 آفرین. عالی. عالی فرهاد.
آفرین. تا چطور رد بکنه. عالی. فراد رفت برای دومی. باریکلا. خیلی خوب میزنی. باریکلا. کار بچه کار استقامتیه واسه همین انرژیتون هم باید تقسیم بکنین. تازه 1 دقیقه و نیم رفته. چشام هم نمیره 2 دقیقه رفته. باریکلا. سومی رو فراد شروع کرد. فرزاد عالی. تو داری انرژی تو ذخیره میکنی واسه وقتی که فراد کم بیاره. باریکلا. فراد داره گازشو میگیره. باریکلا فرزاد. 3 تموم شد. آفرین. باریکلا. فراد 4می هم تموم. آفرین. آفرین. فرزاد عالی. ماشاءالله. از اون چیزی که پیش بینی هم می‌کردیم بچه‌ها جفتتون جلو زدین. من فکر می‌کردم وسطش یه نفسی بگیریم. به قصد کشت با هم مسابقه میدین یه نفسی بگیریم. ضربان تو خیلی بالاه. دو دقیقه و نیم. آفرین. علی. خیلی خوب. من دقیق نمیتونم براتون داوری بکنم چون نمیتونم هر دو تا رو هم بشمارم هم بگیرم، ولی همه دارین درست میزنید. آفرین. شیشمی رو هم تموم کردی فراد. فرزاد شیشمی رو شروع کرد. آفرین. باریکلا باریکلا، اثبات کامل. نفس نفس. باریکلا. خیلی خوبه. یکی از خوشحال‌ترین موقعام که جای اینا نیستم. عالی فرزاد. 6. ماشاءالله. باریکلا. انگار ست اولته با همون قلق و با همون تکنیک و ماشاءالله. من پیش بینی میکردم هر یه دقیقه یه دونه بزنی، ولی الان از پیش بینی من خیلی جلوتری. عالی.
بچه 25 ثانیه آخره. عالی. 5 4 3 2 1 تمام. آخرین سوینگی که زدی چند تا بود؟ کتل سوینگ 4 تا. 4 تا. تو آخرین سوینگی که زدی چند تا بود؟ 4 تا. چه دقیق. خیلی دقیق. خب بچه از ذره ضربانتون بیاد پایین، الان که اصلا نمیشه صحبت کرد. من اولش هم حدس میزدم که یکیشون توی یه چیزی بهتر باشه، یکیشون توی یه چیز دیگه. الان دقیقاً همون شد. یعنی همون که میخواستم، اگر نمیشد اصلا فیلممون درست در نمیومد. حالا تا همینجوری که ضربانتون داره میاد پایین بچه‌ها، یه چیزی رو دقیقاً همونی که من اولش بهتون میگفتم که حتی کسایی که دوقلو هم هستن، حتی کسایی که دوقلو همسان هم هستن، ممکنه یه سری ویژگی‌هاشون با هم متفاوت بشه. الان دقیقاً همون اتفاق افتاد. تو توی حرکت‌های اول بهتر بودی. البته خب درست اختلاف خیلی کم بود، ولی اینم در نظر بگیر ما هم حرکتامون خیلی کم بود. شاید اگه اینو بیشترش می‌کردیم، چیز می‌کردیم، این اختلافه یه ذره چیز بود. ولی تو همون صدم ثانیه یا یه ثانیه هم اون اختلاف رو دیدیم. چون این برم که تو 7 دور زدی با 4 تا کتل سوینگ، تو 6 دور زدی با 4 تا، که دقیقاً یه راند کمتر. یعنی نشون میده تو استقامتت بالاتره. شاید مثلا تو انتخاب کردن ورزشا، بازم میگم این یه حالت چالش، یه چیز شوی بود که ما بتونیم هم به بچه‌ها نشون بدیم، هم برای خودمون یه سرگرمی باشه. ولی توی چیزای دیگه مثلا برای کسایی که سنشون پایینتره بخوان اصلا بیان استعدادیابی بکنن، خیلی تست‌های مختلفی داره، خیلی فاکتورهای مختلفیه. ولی فقط با همین تست کوچولو تونستیم اینو نشون بدیم. خیلی خوب بود. ولی جفتتون عالی بودید. برنامه عالی بود. شاکریم. خسته نباشین. ان شاءالله یه ویدیوهای دیگه یه کار دیگه می‌کنیم. آره. خسته نباشید. مرسی.